خب ما الان دو تا فانکشن داریم، دو تا فانکشن جدا از هم که هیچ کاری با هم ندارن. مقدارشون رو با سینتکس ریترن برمیگردونیم و اینجا چاپش میکنیم. خب بریم یه چیز جدید تست کنیم با هم دیگه. میخوام یه دونه فور جدید درست کنم. let i مساوی با 0 و بگم که اینا چیه؟ بگم که i من تا 100 ادامه داشته باشه و i پلاس پلاس دونه دونه بره جلو کنسول لاگ کنم. اینقدر ایه واسه نوشته که من یادم رفته. خب الان انتظار ما چیه؟ از 1 تا 100 میخوام اعداد رو چاپ کنه، ولی چون که از 0 شروع شده و آی کوچیکتر از 100 نه مساوی، از 0 تا 99 واسه من چاپ کرده که خب درست. این آی پلاس پلاس کوچیک شده یه آی مساوی آی به علاوه 1. ببین اگه اینو رانش کنم هیچ تغییر نتیجه نمیکنه، واسه اینکه خلاصه بشه اونجوریش میکنه. حالا من میتونم اینو بذارم آی به علاوه 2، یعنی که دوتا بره جلو. ببین بیا تست کنیم. 0 2 4 6 8 10. میتونم بگم 16 تا از هم برو جلو. پاک میکنم 16 32 تا حالا هر عددی که این شرط برقراره. حتی میتونم ضرب بذارم، مثلا بگم ضرب در 2 کن. خب ضرب در 2 میکنه و این ببین چقدر اسکرول خورده. این تا ابد این فور اجرا میشه. میدونید چرا؟ چون که هیچ وقت این شرط برقرار نمیشه. یعنی موقعی این شرط برقرار میشه که عدد آخر از 100 بذار کنسول لاگ بذاریم. اصلا بذاریم مثال بعدا چیز کنیم، ولش کن اینو. عذر میخوام اینو فراموش کن. ولی خب این توی به قول معروف به زبان برنامه‌نویسی داخل لوپ افتاده که هیچ وقت ازش خارج نمیشه. واسه همین تا ابد داره آیا اینجوری چیز میکنه. و دلیلش هم اینه که اینجا میشه 0 و 0 ضرب در 2 میشه 0 و آی همیشه 0 میمونه. خب میبینی واسه هم همیشه 0 رو چاپ میکنه و هیچ وقت این شرط برقرار نمیشه. واسه همین اینجوری میشه. مگه اینکه من اینو بذارم 1. حالا اجراش میکنم. ببین 1 2 4 8 8 ضرب در 2 کرده 16 16 ضرب در 2 کرده 32 64 64 ضرب در 2 میشه 128 که اینجا دیگه شرط من برقرار نیست. واسه همین دیگه نیومده اینطور. خب این چیز جدیدی بود که امروز حالا میخواستم دربارش صحبت کنیم. بریم سر یک مطلب جدید. خب ما اینجا با همدیگه ارای کار کردیم، گفتیم تا الان پس 3 تا تایپ مختلف برای متغیرها پیدا کردیم. یه دونه نامبر که مثلا x مساوی با 1، یه دونه استرینگ که مثلا x مساوی با سلام، یه دونه هم اری که مثلا x مساوی با 1 2 ببخشید 1 2. خب تا الان این تایپ ها رو داریم. بیا یه دونه مثال دیگه از اری حل کنیم. بیا فاکتوریال، تابع فاکتوریال رو درست کنیم با هم. فاکتوریال چجوری بود؟ مثلا 5 فاکتوریال چی میشد؟ میشد 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. این خوش آورد. خب پس ما باید چهار کنیم. باید یه دونه فانکشنی بنویسیم که یه دونه حلقه داشته باشه که از 1 شروع شه و تا 5 بره و عددا در هم ضرب کنه. خیلی ساده است احساس میکنم. فانکشن فاکتوریال. خب یه دونه فور میخوایم که قرار از 1 شروع شه، که قرار از عدد 1 شروع شه، عدد اولم 1 و قراره تا 5 بره. خب حالا بذار من به جای این 5 میذارم، ورودی هم نمیخوام مثلا. ولی خب چون که ما میخوام مساوی هم باشه، اینجا کوچیک‌تر مساوی بشه میذاریم، میگیم یکی یکی برو جلو. بذار یه تست بکنیم، چاپ کنیم آیا رو 1 2 3 4 5. خب درست. پس حالا ما اینجا یه دونه ریزالت میخوایم داشت، یه متغیر ریزالت تعریف میکنیم. مقدار اولش میذاریم 1، چون اگه 0 بذاریم
اینجوری میشه. بگم که بذاریم صفر تست کنیم. خب میخوایم ریزالت رو بگیم که هرچی آی بود ریزالت رو بردار بیار ضرب در آیش کن و کنسول لاگ کن ریزالت. خب این میاد جلو، کامپایلر میاد ریزالت رو میخونه صفر. اینجا آیا انجام میده، آیا میاد تو حلقه، آیا اول ما میشه 1 میشه 0 ضرب در 1 که میشه 0 و تا ابد این حلقه بعدی میشه 2 بعد میشه 3 بعد میشه 4 و ریزالت ما همیشه 0 میمونه. اگه من اینو رانش کنم هم میبینیم که میشه 0. پس واسه همین 1 میذاریم ران میکنیم. ببخشید اینجا باید آی بذاریم، ران میکنیم میشه 120 که درسته دیگه. 5 تا 24 تا 24 ضرب در 5 میشه 120. بیار خودمون رو یه دارم بذاریم جای کامپایلر یه کوچولو. خب میگه که مقدار اولیه آی ما تو اولین حلقه دوپ ما آی 1 ریزالت 1 میشه 1 ضرب در 1 میشه 1. نتیجه رو میریزه تو ریزالت. میره بعدی. خب میره بعدی آی میشه 2 ریزالت ما همچنان 1 آی میشه 2 پس نتیجه میشه 2 میریزتش تو ریزالت. میره حلقه بعدی دیگه این سری ریزالت ما عددش تغییر کرده به 2 و این قراره که آی ما هم یه دونه رفته جلو میشه 3 و به همین شکل تا انتها میره. حالا ببین یه کار دیگه هم میتونیم فاکتوریال میتونیم یه جور دیگه مریضانه تعریفش کنیم واسه اینکه دقیقاً همین شکل در بیاد. 5 تا 3 2 1 اینجا به ما گفته بیا برعکس بریم جلو، بگیم آی ما مساوی 5 و برو جلو تا زمانی که آی کوچیکتر از 0 باشه. خب و این سری به جای اینکه بگم آی پلاس پلاس کن یکی یکی به آی اضافه کن میخوام بگم از آی یه دونه کم کن یا ساده ترش آی منفی منفی کن. بیا اول چیز کنیم. نتیجه یکیه ها، فقط میخواستیم به صورت مریضانه ببریمش جلو. 5 4 3 2 1 1. دلیلش هم اینه که ما گفتیم تا اینجا بره و الان درست شد. خب الان نتیجه همونه ولی داریم این سری فرمون رو برعکس میریم. این هم یک مثال جدید از حلقه فور. پس فور میتونه همه جوره باشه، یعنی تو این شرط رو همه جوره میتونی بگی. عدد اولیت میتونه هر چی بخوای باشه و این هم میتونه هر جوری که بخوای تعریفش کنی. فقط دقت کن که اینا حتما فور باید تایپ ولیومون نامبر باشه، یعنی مثلا با استرینگ نمیتونه. فور با استرینگ مثلا نداریم، فکر کنم ارور بده اصلا. بیا تست کنیم ببینیم چی میگه. احتمالا ممکنه تا ابد ادامه داشته باشه، نمیدونم واقعا تا حالا تست نکردم. اجراش میکنم. چی؟ بذار اینو بردارم. اصلا فکر کنم هیچ وقت شرطش برقرار نمیشه. این هیچ وقت این شرطشون برقرار نمیشه واسه همین اصلا هیچ چاپ اصلا وارد لوپ نمیشه. جالب بود اینا. خب خیلی مهم نیست، فقط واسه خودم جالب بود، میخواستم ببینم چه اتفاقی میفته. خب بیا برگردیم اینجا. ما گفتیم تایپ نامبر داریم، استرینگ داریم، ارای داریم. یه تایپ دیگه داریم خب که اسمش آبجکته. خب یعنی یه دونه شیء که میتونه این چیزهای مختلفه باشه. مثلا مشخصات من یا آبجکت. بیا همونجوری که حالا خودش گفته یه دونه پرسن آبجکت پرسن تعریف میکنیم و نشون دادنش با همین علامت کروش هست. خب که این آبجکت میتونه توش محتویات خاصی داشته باشه. مثلا پرسن من نیم داره که اسمش مثلا فرازه. خب حالا این خودش مثلا گفته ایجم داره، سیتی تهران مثلا. خب این میشه پرسن شماره 1 من. یعنی من یه دونه آبجکت تعریف میکنم که توش پرسن شماره 1 هم توش مشخص کردم. بریم پرسن شماره 2. پرسن شماره 2 اسمش رو میذاریم اصل. مثلا
15 سال تهران. خب پس من الان 2 تا متغیر جدید دارم که تایپشون آبجکته که توش یه سری ولیو داره. خب حالا ببین مثلا کنسول لاگش رو ببینیم چجوریه. مثلا کنسول لاگ میزنم پرسن 1 رو که میزنم و داتو که میزنم، ببین خود IDE که همین VS کد باشه میفهمه که من 3 تا وریبل این تو دارم. ایج دارم، سیتی دارم، نیم دارم. خب مثلا اینو چاپ میکنم، فراز رو چاپ میکنه فراز. یا مثلا میتونم اینجا یه دونه به علاوه بذارم و سیتی رو چاپ کنم، پرسن دات سیتی. الان باید فراز تهران رو چاپ کنم. خب واسه اینکه یه قشنگ تر شه یه دونه اسپیس میذارم، فراز از تهران، اینجوری. خب و یه کنسول اینو کپی میکنم، اینو میکنم پرسن 2 فراز از تهران، اصل از تهران. خب بعد جالبه که بدونی که من میتونم حتی اینو بعدن هم عوضش کنم. یعنی مثلا بگم پرسن 1 داد نیم من بشه فراز. خب یعنی اینجوری هم میتونم بهش وریبل بدم، فراز از تهران، اصل از تهران. آبجکت خیلی چیز مهمیه. یادت اون روز بهت گفتم که ما جیسون پاس میدیم، یه استراکچر هست به اسم جیسون که یه نوع ارتباط بین فرانت اند و بک اند. این دقیقاً جیسون اگه یادت باشه تایپش همین جوری بود. یعنی ما در حقیقت داریم میدونه آبجکت میدیم به فرانت اند میدونه که اینا رو به چه شکل نمایش بده. مثلا تو پروفایل یارو، تو داشبورد که وقتی میره آبجکت پرسن 1 رو از بکند میگیره، بکند اینو میفرسته براش و اون هم میدونه که مثلا توی